سلام، من الینا از 36 ساله هستم و در تاشکند به دنیا آمدم که در ازبکستان است. من در 25 سالگی در اینجا در امارات مسلمان شدم. خانواده من به خاطر سلطه کمونیست به خدا اعتقاد ندارند. پدرم هیچ وقت به خدا باور نکرده است، اما مادرم تا جایی به خدا نزدیک بود. حال بهتر شده است الحمدلله. من در سنین کمی علاقه‌مند بودم و بسیار تحقیق میکردم. از سن 17 سالگی به کلیسا رفتن شروع کردم. به خاطر یافتن جوابها تحقیق میکردم. برای یافتن الله کوشش میکردم. در جستجو بودم. خب توضیح کردن نمیتونم به خاطر که خرد بودم، اما جواب برای من بسیار روشن بود. تا زمانی که یک شخص را ملاقات کردم. گفتگوی مختصری داشتیم. با یکدیگر گپ زدیم. من میخواستم او را قناعت بدم و او میخواست که مرا قانع بسازد که او درست است. اسلام درست است. او گفت من تو را وادار نمیسازم، فقط یک قرآن ترجمه شده را بگی و بخوان. بعد از او با هم گپ میزنیم. من خواندن قرآن را قبول کردم و مورد قبولم قرار گرفت. یک قسم شروع شد. چی مرا سوق داد؟ چی مرا وادار ساخت؟ در قرآن وقتی که یک نکته را خواندم، او خلقت یک طفل بود که چطور یک قطره کوچک بدن یک طفل و ساختمان او را به وجود میاره، چطور استخوان‌ها، گوشت و غیره چیزا شکل میگیرن. به خاطر که موضوعات ژنتیک برای من همیشه جالب بودن. وقتی که خواندم خبر بودم که کتاب حداقل 1000 سال پیش نوشته شده است. با خود گفتم این بجز حقیقت چیز دیگه بودن نمیتونه. این کاملا حقیقت روشن است. مثل یک پیشنهاد شد. تمام چیز را به یک بارگی قبول کردم، به خاطر که همین نکته برایم کافی بود. من هیچ دلهره نداشتم، به خاطر که من همیشه دنبال خوشی و جواب خود بودم. وقتی که احساس کردم که کتاب به من جواب میتونه جواب سوال مرا بده، مرا قانع ساخت و خوشحال میکنه. همین کافی است. من درباره هیچ چیز فکر نکردم. درباره والدین خود، دوستان خود که بالای اونا چه تأثیری خواهد داشت، اونا چطور عکس العمل نشان خواهد داد. هیچ در این موارد فکر نکردم. من به والدین خود تا 1 سال گفته نتانستم. معلومات پیدا کردم و همچنین حجاب در اوایل برای من آسان نبود. 1 سال در بر گرفت این مفکوره را بالای خود پیاده کنم و خود ذهناً تغییر بدم. از طرف پدر خود هیچ نگران نبودم، به خاطر که او به الله باور نداشت. او سوال کرد آیا همراهش خوش هستی یا دوستش داری؟ گفتم بله. گفت درست است، هر قسم که میخوای انجام بده تا جایی که به خودت ضرر نرسانی. اونا چطور عکس العمل نشان خواهد داد؟ پس انجامش بده. اما مادر مشکل داشت، به خاطر که او عقایدی داره، او باور داره، او به الله باور داره. مدتی را در بر گرفت، چند وقتی سپری شد تا او این مفکوره را بپذیره و به او احترام بگذاره، قبولش کنه. حالا او واقعا به من افتخار میکنه. او به هر کس میگه که دختر من مسلمان است. او واقعا به من افتخار میکنه. اما چند وقتی را در بر گرفت، تقریبا 7 سال سپری شد تا او در این راه قرار بگیره. احساس خوبی دارم. احساس میکنید که حق دارین و نیاز نیست به خاطرش بجنگید. وجود داره و برای شما است. من اهل مجلس نبودم، حتی من نوشیدن را دوست نداشتم و نمی نوشیدم. حال من بیشتر خوشحال هستم، چون دلیل دارم تا نخیر بگویم، به خاطر کار دیگه انجام داده نمیتونم. اگه بگویم که نخیر، باز کسی مرا وادار کرده نمیتونه. اسلام از من محافظت میکنه. راستش یک محافظت است. من زیاد حفاظت شدم و در امنیت قرار گرفتم. آرامش روحی پیدا کردم، به خاطر که قبلا بسیار سرگردان بودم و هیچ کس به اکثریت سوالای من جواب درست داده نمیتونست. من در اسلام، در قرآن، در سنت جواب خود را پیدا کردم. تمامش همی بود. نترسید، از هیچ چیز نترسید. با ذهن باز سهم بگیرید. وابسته به جامعه خود، ملیت خود، خانواده خود و هر چیز دیگر نباشید. فقط وارد اسلام شوید، او را بخوانید، احساس کنید و ببینید که چقدر آسان است و هیچ قابل ترس نیست. حمایت میشین از طرف الله، از طرف مردم خوب اطراف خود. احساس خوشی میکنید. احساس خوشی میکنید که گام نهایی را برداشتید و مسلمان شدید. فقط نترسید.